سلام اینجا شولکسر. سلام منم آریانم. سلام منم امیرعلی. منم که آرامم. بریم امروز یه مسابقه باحال جذاب هیجان انگیزه ببینیم تا آخر، ببینیم این سرکه رو کی میخواد بخوره. مجازات ما یعنی چیه؟ سرکه. باید یه لیوان سرکه بخوریم. بعد یه لیوان سرکه بخوریم. چرا من؟ آخه من چه کارم؟ من که اصلا من به وازم میریزم روی یکی دیگه. الان توانو دارم. نه دیگه تموم شد. اصلا یه دونه این قدرت ها بالای سرش میاد که آره. بتونه اینجوری چیزا بندازه اونور ادیتور میذاره. برو طرف. آره میتونه چیزو. آره دیگه. متاسف. دارم دیگه این آپشن دارم. حالا شاید الان استفاده نکنم مثلا. شاید باختم خورد. مجازات بعدی شاید بدتر باشه. خب بچه ها، سوال اول اینجوریه که من یه آهنگ براتون پلی میکنم. میدونی مسابقه رو؟ لدوان دارید. یه آهنگی رو من پلی میکنم. این آهنگ برعکس شده، ریورسه. خب بعد یه خورده نامفهومه، شما باید حدس بزنین که خواننده کیه و آهنگ چه آهنگیه. همش هم آهنگای معروف، متنشو حفظ. اوکی؟ برو طرف. اوکی. هر کی بازرشو بزنه جواب میده. اگه ابی نارگیلم پشماش ریخت. ابی اون آهنگ چیزشه. همونی همون دارم 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 دا دا دای دای دا دا دا. این بود. بیا کنارم سر متاسفم. چون به الان آهنگ ابی اول من شاید این نباشه. من شاید این نباشه. من بفرمایید. ابی بیا کنارم ابی. بیا کنارم سر به ناز بی تو. درست اسمش حریق است. کسی آهنگ بعدی. 3 امتیاز. پس امتیاز رو دادیم به امیرعلی. یک یک امتیازه بچه. یه امتیاز داشت. چرا بریم. خب آهنگ بعدی. آرام. گوش. چه موزیک؟ خب کدوم؟ خب تو کدوم؟ گفتی کدوم؟ الان بگو بگی دیگه. الان بگی دیگه. گوش کویر. نه اشتباه. گوش نه آهنگ. بس. یالا داره پلی کن. نیست. غریب آشنا. درسته. آفرین. غریب آشنا. خیلی عالیشه. آهنگ بعدی. منی به مزار نبیگه مزار ایراد مسومه باخی مره مریگه مزار باخی میروی شما خیرمی من نباخنم خواننده من رفتنوه؟ آره بابا نه. اشتباه. نه. بذار دیگه نمیتونم. ولی تفلوه. تو یه نمیتونم. من بگم؟ نمیتونی بگی. از ادامه نمیتونیم بگی. بذار طرف نمیتونی بگی. من بگم؟ آقا نمیشه. بچه دیگه این نمیتونی بگی امیرعلی بگم. یه چیزه این خوبه نه. اشتباه. من خوابم نمیبره. چجوری؟ نه. آشنا. تطلو زیاد توش. آره ولی چجوری برعکس شد 2 ساعت داشتم گوش میدادم نفهمیدم. جدی که مدادش شده. امتیازش برای امیرعلی.
بچه‌ها هم شو رماندا آره موزیکا تموم شد. ست. آره. خب خب بچه‌ها یه سری سوال دیگه هست. من بهتون یه سری عکس رو نشون میدم. یه سری شیئن، میتونن شی باشن، میتونن اعضای بدن باشن، هر چیزی که خیلی زوم شده عکس روشون و شما باید حدس بزنین که این چیه. اگه تو مرحله اول بتونین حدس بزنین 3 امتیاز میگیرین. اگه نتونین یه خورده زوم اوتش میکنم میشه 2 امتیاز. بازم اگه نتونین زوم اوت تر میشه 1 امتیاز. متوجه شد. خب اوکی. خب عکس اول. بیار جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. یا خب اینا رو خودتون گرفتین عکس‌ها رو یا از تو اینترنت و اینا؟ نه عکس عکسای دانلود شده است. تو دنبال تقلب نگی. نه خانم تو خونه هست یا نه؟ این شبیه شیلنگه، شبیه شیلنگ که سرش یه چیزی فلزی داره یا خب هر شبیه کی دستگیره میدونه یه چیزه. بازارش میکنه. شبیه دست موبایل تو بسوزون. نه اینجوری نیست. من از این فاصله نمی‌دونم. هیچ حدسی ندارم. حدسی ندارم. من موافقم این سر زوم اوت شه. اگه آره، همه موافقین زوم. خیلی چیزا میتونه باشه، ابزاره. خیلی میتونه چیزا مختلف باشه. آرام مداد آفرین. این کجای مداده؟ تایم پاکمانشه؟ 2 امتیاز. سریع گفتی یا سریع سرعتت هست. عکس بعدی. بفرمایید. فکر کنم امیرعلی. جارو. اشتباه. خب مرسی. چون می‌خواستم یه جا نوبتش هم سو. دیدم نگفتم. نوبت امیرعلی. اون با چیوی زده نمیخوای بگی؟ یا نمیخوای بگی حدسی نداری؟ چی میتونه باشه این؟ خیلی زومه. خیلی زومه. زوم اوت کنم. آره این شب موه. نه میتونه ببین تو گندم و اینا موندن، یعنی بین گندم و سر زوم اوت. کاهه. زوم اوت شده این؟ این کاهه. نه منجه. آرام این برساس؟ اشتباه. نه این من موندم خودم. میتونم این بگم میگه. یه زوم اوت دیگه شاید بکنی. بافره شده است. زوم اوت کنی یکو بگی. آخه ببین اشیاء فقط. نگفتم همه هر میتونه چی. همه مجبور هم یعنی میتونه آه. باشه. میوه هم میتونه باشه. قلموه ببین پارچه است. نمی کنی بگی آقا زوم اوت کن. قلموه هست، همون قلموه یه چیزی موه دیگه. آره یه چیزیه که باش رنگ میزنن. هر چی میره عقب‌تر بدتر. او همونه فقط زیاد بگم. میگم نوبتتون نیست. نارگیله دیگه. نوبتتون نیست آقا. خب نمیتونی بگی بگو. چرا نمیتونم بگم؟ چجوری اینو نتونستی بگین؟ خب عکس بالاخره کامل بگم. زوم اوت شده است. نارگیله دیگه. نارگیل؟ نه متاسفانه شما دیگه در نه اصلا اینجوری نیست. نوبت من بود. نزد یه بار؟ نه نزد. دفعه اولش بود زد؟ بله. یه امتیاز خب خودتون بهش اینجا چیز رسوندی. نه نباید. دیگه. اینجا باید چیز بکنیم. داور میزنه برمیگرده ها تصویر نگاه میکنیم. بزن نقل. چی؟ وی آر. اینجا وی آر لازم. خب بچه ها عکس بعد. آرام کلیت. درست. خیلی بازی امتیازی بودی. زد. شد خیلی قویه. نه نه شما دو سه امتیاز. باشه تو رو خانم اکو در بیا. در میاره خودش میذاره. خودش میبشه بذاره میره واقعی شد. خب بچه ها توی سوال بعدی من یه سری دیالوگ براتون پلی میکنم از فیلم های معروفه که فکر میکنم همش هم دیدین همتون. این تو نظرم بودش که دیده باشین. صدای بازیگری که داره اون دیالوگو میگه رو عوضش کردم. آره حالا شما باید بگین که این چه بازیگریه و مال چه فیلم یا سریالیه. خیلی من تو این بوغ بوغم من خیلی فقط پایتخت رو راحته. میشناسم. بچه‌ها خیلی راحته. راحته؟ من خیلی بوغم آجی من پایتخت باشه من یعنی اسم یه دونه بازیگر نمیدونم فیلم زیاد نمیدونم. خب بچه ها اگر یه دونش رو فقط میدونین زنگو نزنین به خاطر اینکه اگه دومی رو ندین شانستون رو سوزوندین. آفرین. تازه یه آدزی هم میدی به یک. دقیقاً. قابل توجه بعضی آره. البته اجاره مستقیمش ندارم اصلا ولی بریم اولی. یعنی چی این کارو؟ دستم از همه چی کوتاست نکن و اینجوری. از خر خوردم سر چیز قدم یم شر ها بود
دادا شرف قلوب بشر وجود ندارید میترسین همتون متری شوی مغازه. درسته. واقعا؟ بله. اون که میگم من میدونم دوستان من اونو میخواستم بگم. تو همون فیلمه ولی این تو این قسمت زندانشه که دارن با شرف نداری اون داره با اون یعنی چی این کارو؟ من دستم از همه جا کوتاست نکن با ما اینطوری مغز خر خوردم سر چسقرون بیام شرفمو به باد بدم. شرف کدوم بشر وجود ندارید میترسین همتون بریم بعد. این یارو فرهاد اصلانی تو فیلم چیز این فیلمه که یاغی بابا باریکلا درسته. باری کل اصلا نشیدم چی گفت. آکسترش میکنه واسه توالت اصلا نشیدم. خاکستر تو با خمیر سرامیک قاطی میکنم، یه سنگ توالت خوشگل میسازم، صبح به صبح قهوه‌ایت میکنم. آخری. علی من نزم چه بهتر خدایا شکر رسید وقت سکات حالتون میشنم اختیار داری این در مطالبه بنده در خدمت شما هستم مارمولک عزیز دل باری کل اسم بازیگر آره این فرق سرستیه. آفرین. عند المطالبه بنده در خدمت شما هستم. بفرمایید عزیز دل برادر. ببخشید. که از این در بود. تازه عزیز دل برادرش مونده بود. اونو میگفت اصلا 3 تا دست عزیز دل برادر. خب بچه‌ها سوالای بعدی یه سری صدا براتون پلی میکنم. صدای یه سری کارهای روزمره از یه سری اتفاقی که تو طول روز ممکنه بیفته. شما باید بگین این چه صداییه. صدای شی، کاری، همچین چیز. اولی آشپزی؟ برو بیرون. نه. باید دقیق بگیم؟ تقریبا اگه دقیق بگین اوکی. آشغالا رو داره جمع میکنه نه. دوباره بذار. بگو دیگه. میتونم اگر میردی نمیدونی یه هینت میدم دوباره هر کدومتون یه شانس داشته باشی. خب بگو. اینطوره؟ اینطوره؟ میگی یا هینت بده؟ کفش پشت میگه. گفت. رنگت هم نزدی. نه دیگه من گفتم اینت بده. خب هینت بده. اینطور صدای کات کردن بریدن یه چیزیه. گفتم که بریدن یه دوست آشپزی. دو ساعت بریدی تو بزن. شما برو گم شو بابا. برو بزن باد بیاد بابا. میتونی بازارتو بزنی بگی زدی گفتی آشپزی. شوب اشتباه بود. شما میتونید الان اشتباه گفت؟ من دوباره پلی میکنم. اینم در نظر داشته باشین که صدای کات کردن یا بریدن چیزی. کابو داره ریزی کنه. اونجوری نگاه نکن که الان تابلو شد مثلا یه جوری نگاه کرد که انگار مثلا بچه آخرش خیلی مشخص میشه. یه بار دیگه. خسته شو حاجی به جونم من خسته شدم نگاه من نشستم. این چیزی که تعدادش خیلی زیاده. اصلا این آخرش قشنگ گمراه می‌کنه. این یه چیزی که تعدادش خیلی زیاده. حالا باید یه نوع سبزی باشه. مثلا اون کار که نبود. درست باشه. اصلا شاید خوراکی نیست. سبزی. اشتباه. اصلا شاید خوراکی نیست. خب ما 2 بار نتونستیم بگیم. کات میکنه. خب دیگه امتیازش نمیرسه من میگم که چی. کات کردن هندونه است با چاقو. آخرش قشنگ مشخصه. آخرش چی مشخصه؟ ترک می‌خوره. اینجوری کرده حتما. عجب اسکولایی هستی تو. صدای بعدی. میذارم تو سرم. هندونه رو میذارم تو سرم. جویدن. نه بابا. جویدن دیگه خب جویدن خیار. هویج. نه.
آقا گفت کارشو بگین. درسته جویدن به نظر آره به نظر میشه بپذیریم. میدیم. آقا گفت کاری که تو روزمره انجام میده، نگفت بگین چیو داره میجوه یا چیو داره کات میکنه. اون کات کردن هم با دستشون بود. خب امتیاز رو به آرام میدیم. صدای خوردن یخ بود صدا. خب میریم صدای بعدی گوش کنیم. خیلی سخت‌تر از اون دو تای دیگه است به نظر. یه روزای سخت. همین کلیده اشتباه. یه بار دیگه. چه اینجوری رفتی لحظه خیلی خوشم آمد. یه بار دیگه. این دکمه است. یه چیزی که کلید دکمه ای. نه. میره تو میاد بیرون آخه هرچی هست. آره اینجوری بیرون میزنی تقریبا میری تو میاد بیرون مثل در کمدیش. در باز کردن دیگه نمیتونید شما در ما کلید گفت بگین کمک میشه به آریان. آره بگید حالا. نظر من چی می‌خواستم بگم یادم. یه بار بس بله. بذار آریان شانسش رو امتحان کنه، اگه نتونستیم دوباره بدیم. بگو یه بار دیگه. بله کن یه بار دیگه خب. تیتیک. اینه همون تیتیک آخرش مهمه. تیتیک اول. یه هیچ فصل کن ما بریم توی ببینیم چیه. معمولا توی ادارجات استفاده میشه از این وسیله. آرام. پرینتر. نه. کامپیوتر. بودش اینقدر گابی نمیدونم من نمیفهمم چیه اینقدر گابی نه بچه صدا رو خوش کن. یه بار دیگه تو اداره استفاده میشه. پرینتر. صدای کیبورد؟ ما نمیتونیم مثلا نمیتونستم. اگه نمیدونید بگم. نه نگو یه بار دیگه بزن. معمولا الان من میتونم بگم تو ادارجات استفاده بگو همتون. فکس نیست. آقا اداره همونجوری نگاه فکس یکیه تقریبا صدا چیه خب صدا فکس ما این صدا رو میده. نه تیتیک ببین این صدا رو من خیلی شنیدم اتفاقا. تیتیک بودم. چی بگو؟ امیرعلی. من گیرنی پانچ درست. دست خوش من یه بود کلا باری کلا از تیک شدی باری کلا با دست خوش. دوستان یا واقعا بلند یا خودشون زدن به بودی ولی من فکر کنم واقعا آره ادیتور کارش میگه نه بگه میریزی یا فرسیش نه همش خب بچه ها تموم شد بابا سوالا. بریم امتیازها رو بگیم ببینیم کی قرار سرکر بخوره. قرار سرکر رو بخوره من شد آخ من میگم که قرار سرکر امتیازها به ترتیب. بگو آرام نفر اول 7 امتیاز، امیرعلی نفر دوم 4 امتیاز و آریان نفر آخر 3 امتیاز. ببین جرعه‌ای هم قابله حتی. نه اصلا اینجوری نیست. من الان یه آپشن دارم که میتونم بریزم رو اون کسی که سرکر رو؟ آره دیگه سرکر میتونم بدم که دیگه بخوره. خب ولی جرعه هم قبوله چون سرکه ممکنه خیلی ضرر بده. یعنی این اسید خیلی سنگینه یعنی ممکنه که نابود کنه. همین یه جرعه میتونیم بخوریم. نه کلش داداش ما نمیخوایم بکشیم کسی. الان اگه این باخته بود اصلا ببین اینجوری نیست. اگه من باخته بودم میگم کل لیوان من بخورم. آره الان باخته. حالا من شاید نمیگم چرا نه خالی میکنی. من به نظر خوردن دیوان رو نشون بده. ببین لب به لب. نه بده من نشون بدم قشنگ. حالی نه پرقا شاید ببین کل کم میشه. از امتیازش کم میشه. شاید میده دوی بازی کردیم درکت میکنه. سرکه میده نیست. آخه آرام اول شده. نه قشنگ نیست. منم اول شدم این کارو مهم کردی اصلا قشنگ نبود. خیلی کار زشتی بود. من بردم چلو کبابو من نمیخورم. دیگه میگم در حدی میتونی اینو نگه داری چون ببین اتفاقای خاصیت هم داره که واسه من یه نکته بچه‌ها یه نکته رو ممکنه خیلی افتضاح‌تر از سرکه باشه. دفعه بعد ایها متوجه شدی؟ دفعه بعدها ممکنه که بعدها یعنی از سرکه خیلی افتضاح‌تر باشه. آره اینا این کارو نیستن خودم نوش بزرگواره سلامتی جمع. میخوای بعدا استفاده کنی؟ بعد ای چه صافت. بفهم یه جرعه کافیست. جمع نوش
اوه همشو خورد. تصویر زوم کن. آه یا شد یه فرق دستشویی اینجا ترشه نه؟ خیلی ترش بود. خوبی؟ تصویر زوم کن. خوبی؟ احساس میکنم نمیتونی حرف بزنی ها؟ آره میتونم. چه؟ آره شد خدا